سرخط مهمترین خبرها. وزیر مدافع خواست هنگام دعوت به ارتش قانونشکنی نشود. بازداشت حدود 100 زن در مرکزهای دلخوشی و پیشنهاد آتشبس 21 روزه در سرحد اسرائیل و لبنان. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 27 سپتامبر است. در پیشروی آغاز دعوت جوانان به ارتش، شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان از زیردستان خود خواسته است که هنگام جلب جوانان به خدمت حربی دست به کارهای غیرقانونی نزنند. با اطلاع دفتر مطبوعات وزارت مدافع، شیرعلی میرزا هنگام یک نشست در دوشنبه مسائل وابسته به دعوت تیرموی جوانان به ارتش را بررسی کرده است. در این نشست گفته شده است که در برابر پیشروی‌ها همانا در فعالیت بعضی از کمیسیون‌های دعوتی یک قطار کمبودی‌ها به چشم می‌رسند که باعث نگرانی است. با اطلاع منبع، با صف قواهای مسلح فرستادن جوانان سالم، پیشگیری از راه‌های غیرقانونی دعوت به ارتش و دیگر قانونشکنی‌ها به خصوص جنایت‌های دارای خصوصیت کرپسیونی داشته و مسئله‌هایی بودند که در این نشست بررسی شدند. معرکه دعوت جوانان به ارتش از 1 اکتبر آغاز گردیده تا آخر ماه نوامبر دوام می‌کند. در گذشته شکایت‌ها از دعوت اجباری جوانان به ارتش یا به قول سربازشکار بارها صدا داده است. وزارت کارهای داخله با پخش یک نوار میگوید شبانه در پی یک رید یا سنجش در مرکزهای دلخوشی شهر حصار حدود 100 نفر زن را به اداره پلیس حاضر نمودند. به اطلاع این نیاد معلوم گردیده است که بعضی از آنها با کردارهای شهوانی و بیرون از اخلاق مشغول شده مرکزهای دلخوشی را به مکان جلب مشتری تبدیل داده احتمال به پنه‌شوی بیماری سیرتی سبب گردد. نظر این زنها به چنین اتهام معلوم نیست. وزارت کارهای داخله میگوید با هدف پیشگیری از پنه‌شوی بیماری این افراد را از تشخیص طبی گذرانده شدند، ولی نتیجه تشخیص را شرح نداده است. تنها ذکر نموده است که به آنها کارهای فرماندهی گذرانده من بعد نیز در دیگر مرکزهای دلخوشی چنین ریدها را انجام خواهند داد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیاتی. طبق یک پژوهش که در نشریه چشم‌پزشکی بریتانیا نشر شده است، در سال 2023 بیش از 3/1 کودکان جهان از نزدیک دیدن یا نزدیکبینی اذیت می‌کشند و انتظار می‌رود که این آمار تا سال 2050 تقریباً به 40% افزایش یابد. این پژوهش را محققان دانشگاه سون یاتسن در چین انجام دادند و نتیجه 276 پژوهش را با شرکت بیش از 5.4 میلیون کودک و نوجوانان تحلیل کردند. چشمان نزدیکبین اشیای دور را خوب دیده نمی‌توانند. سطح بلندترین نزدیکبینی در کشورهای آسیای جنوب و شرقی از قبیل ژاپن و کره جنوبی به قید گرفته شده است. در سراسر جهان کودکان شهری از این بیماری بیشتر از کودکان دهات و دختران بیشتر از پسران اذیت می‌کشند. این پژوهش با والدان توصیه داده است که کودکان را به مشق‌های جسمانی تشویق کنند و استفاده تلویزیون و اینترنت را محدود نمایند. در حالی که ارتش روسیه تلاش دارد به شهر پوکروفسک اوکراین راه یابد، در کناره‌های این شهر باغ جانوران کارش را ادامه می‌دهد. وقت‌های اخیر تماشابینان آن خیلی کم شده است و کاری بیشتری کارمندان باغ با آرام کردن حفظ صحتی حیوانات این باغ روانه شده است. از صدای تیر و ترکش‌ها که تا رفت نزدیکتر می‌شود، جانوران هم آرامش خود را از دست می‌دهند. خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی بوریس هاچالکو از کار این باغ خبر گرفته و گزارش را در این زمینه حالا از همکارمون کیومرسی عطا می‌بینیم. این باغ جانوران در دهه بلتسکای در نزدیکی‌های شهر پوکروفسک جایگیر است. اکسان کارگری دائمی آن است. میگوید که جنگ در فاصله 20 کیلومتری جریان دارد، ولی در کار باغ هیچ تغییر پیش بینی نشده است. به جای دیگر کوچاندن 200 باشنده باغ جانوران هم کاری آسان نیست. با وجود وضع تشویش‌آور در چند ماه گذشته در باغ، خرس بچه نو، چند میمون و آهو بره نو چشم به دنیا گشادند. габзан интервью те чизе бигӯ. садои таркишҳоро мешунаванду ба кунҷи қафас панаҳ мебаранд. безобита шуда пинҳон мешаванд.
Да, начинают суетиться, прятаться, да. اگر پیشتر روز صدها نفر می آمد، حالا 10 نفر در روز هم آید خبری خوب است. نان دادن به خرس اجازه است، به دیگران نه. Лучше, чтобы ходили. тамошобин бештар бошад хуб аст. ҷонварон ҳам муошират мекунанд, бо одамон дар тамос мешаванд. Всё равно время какое-то совсем другое. То ли они сами по себе, то ли они с кем-то. Все равно люди разговаривают, общаются, они все равно их понимают. одам бошад беҳтар аст, Ну да, вақташон с людьми хуш лучше. мегузарад. اکسانا میگوید که صحبت و معاشرت با جانوران برای استرس جنگ حفظ کردن آنها مهم است. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر خواهان آتشبس فوری 21 روزه بین اسرائیل و حزب الله لبنان شدند. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند. خبرگزاری رویترز شب 25 سپتامبر با نقل از اعلامیه کاخ سفید گزارش داد که آتشبس موقت به هر دو جانب فرصت می‌دهد تا درگیری‌ها را پایان دهند. اعلامیه مشترک را ایالات متحده، فرانسه، استرالیا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتحاد اروپا امضا کردند. طلب آتشبس در حال مطرح شد که به اطلاع وزارت تندرستی لبنان در حمله‌های اسرائیل به این کشور روز 25 و 26 سپتامبر 10 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. این گروه در حمله‌های جوابی خود به سوی اسرائیل موشک سر داد که یکی از آنها به شهر تل‌آویو رسید ولی به گفته مقامات اسرائیلی راهگیری شد. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 27 سپتامبر فرا میگیرد. بیست و هفتم سپتامبر سال 2012 حمزه اکرامزاده، یک ساکن ناحیه حصار، در زندان درگذشت. خویشاوندان و حامیان حقوق گفتند اکرامزاده در نتیجه شکنجه بسیار بیرحمانه جان داد، ولی در خلاصه های رسمی سبب مرگ او خودکشی نامیده شده است. خویشاوندان اکرامزاده بعد مرگ او از سرریاست زندان ها و وزارت عدلیه 10 میلیون دلار طلب جبران کردند، ولی دادگاه دعوای آنها را رد کرد. مرگ اکرامزاده یکی از چندین حادثه های شکنجه و مرگ مدهش زندانی ها در محبس های تاجیکستان بوده است. سپتامبر سال 2015 با تشبث آمریکا گروه با نام رمزی C5 جمعیت تشکیل شد که محفل وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی گردید. در نخستین ملاقات این گروه در نیویورک، وزیران خارجه 6 کشور مسائل مربوط به همکاری امنیتی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. بعد این ملاقات دیپلمات‌های بلندپایه ایالات متحده آمریکا و آسیای مرکزی هر سال برگزار می‌شود. 27 سپتامبر سال 1927 زادروز آوازخوانی مردمی تاجیکستان با محمد نیازف است. شاگرد شاهنظر صاحب و فضلالدین شهابوف تا دم مرگش در سال 2009 یکی از تواناترین سرایندگان شش مقام بود. خود او گفته است تمام آهنگ‌های شش مقام را از خود کرده و به دانش آموزان موسیقی دوشنبه و خوجند درس داده است. سال‌ها استقلالیت نبیره او تهمین نیاز و هم به حیث خواننده ترانه‌های زمانوی و کلاسیکی تاجیکی از خود خبر داد و در آزمون‌های بین‌المللی برنده گشت. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 114 سومونی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومونی ارزش دارند. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی مابی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.